صبح یک شنبه شما بخیر. حتما اینو شما هم متوجه هستید که نوع رفتاری که با دیگران داریم به نگرشی بستگی داره که بهشون داریم. لوقا از زبان مسیح مثلی رو در انجیل خودش روایت میکنه که خیلی مسئله معروفی هست. سامری نیکو در فصل 10 خودش. تو این مثل فردی یهودی میبینیم که توی منطقه کوهستانی به دست راهزنا میفته و اونها او رو میزننش، غارتش میکنند و بالاخره نیمه جان کنار جاده ولش میکنن. مثل میگه که اتفاقا یک کاهن که قاعدتاً مرد خدا باید میبود از اونجا رد میشه، ولی کمکی بهش نمیکنه. با بی‌اعتنایی از اون طرف جاده به راه خودش میره. یه لاوی هم که قاعدتاً مرد خدا میبایست میبود یک چنین رفتاری میکنه، بی‌اعتنایی. ولی مسافر سوم که یک سامری هستش و دشمن خونی این یهودی، وقتی بهش میرسه دلش به حالش میسوزه، او رو سوار مرکب خودش میکنه، به کاروانسرایی میاره و اونجا تازه به کاروانسرایچی پول میده که به درد این آدم زخمی برسه. رفتارهای جور و جور از افراد و این رفتارها دقیقاً بستگی به نگرشی داره که این افراد نسبت به اون شخص دارن. برای راهزنا عزیزانم طعمه‌ای بود که شکارش کنند، تاراجش بکنند. برای فرد کاهن ممکنه که راهزنا همین دور بر باشن، جون خودم در خطر باشه، تازه تقصیر خودش. برای او دردسر بود که نباید خودش رو قاطی میکرد. برای اون لاوی قاعدتاً به من چه؟ کاهن که جلوتر از من رفته او چرا نکرد؟ به من چه؟ کاروانسراچی براش مشتری بود، پول نمی گرفت، کمکی نمی کرد. ولی برای اون سامری، اون شخص فردی بود که نیاز به کمک داشت. عزیزانم، رفتاری که با دیگران می کنیم به نگرشی بستگی داره که به اونها داریم. آیا مثل راهزنا فکر می کنیم؟ غارتش کنیم؟ آیا مثل اون کاهن دردسر برامون؟ مثل لاوی به من چه؟ مثل کاروانسراچی تا چیزی نگیریم کمک نمی کنیم؟ شاگرد مسیح فکر و نگرش خودش رو دیسیپلین میده که مردم رو مثل استاد خودش ببینه. مسیح وقتی به مردم نگاه میکرد آنها را گوسفندان بیشبان پراکنده میدید که نیاز به کمک دارند. به دیسیپلین فیض ادامه میدیم.